تو در تاجیکستان زندگی میکنی. من آمدگم 12,000 امروز به تو دهم اگر من نتوانم به تو کمک کنم که این مقدار پول را خودت در یک روز کار کنی. من الان این مکالمه را با 100 آدم بستم و هرگز خطاگی نکردم چونکه من 100% با اسلوبم اطمینان دارم. در کانال تلگرامم 100 نظرندشان از آدمانی کورسند هستند که همراه با من پول کار کردند مطابق با قوانین اسلام. به کانالم ابونه شو و امروز به من نویس تا این مکالمه را با من بستن گیری. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم شما خوب هستین. بر شما سلامتی خواهان هستم. ای همه شما دوستان عزیز، احترام و خواهش همین نوارد تا آخر با دقت تماشا کنین و حتما با یار و دوستان خود به شناسا و خش تبرای خودتان برسونین، برای که انا همین خیلی فند فریب قلابون با همین خیلی فندای به معنی و به تصدیق و به مقصد به دلیل شما را فریب نکنه. مقصد ویدیو ما همیه که دوستان تا آخر با دقت تماشا کنین و آید خودتان در کامنتاریا حتما بنویسین. چون که بر شما معلومه در اینجا دیدین که یک زن با نام زینب، یعنی که یک زن با نام زینب حالیال اینوستیسی بانک دلیا зарабатывать для мужчин и женщин в Таджикистан. или люди Таджикистана гуфта мебуранд. مقصد که شما میتونین اگر داخل نشسته به یگان مشکلی، به یگان پرابلم زندگی، به یگان وقتهای معاصر داخل نشسته پول کار کنین. و این چونین صورت پرزیدنت تاجیکستان، یعنی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نماندگیان، گویا که قطعی همه مقصد همکاری کرده است باشه و در جا نوشته که امام علی رحمان و زینب لایحه را عملی کردند که هر یک شخصیت میتواند امروز از 20,000 سومانی درآمد به دست آورد. البته به صورت بسیار جدی دقت دهید که صورت ساخته های، یعنی که منتج کردگیان. البته یکی از قلبانه که مقصد با طریق مسنجر، یعنی که چنان صحبت میکنند گویا که چند شهروند تاجیکستان همیا پول کار کرده باشه، اما در اصل اینها دروغ، مثال دروغ 100% هست. لیکن اینجا با حلال بیزنس خود یک لایحه خودشان تشکیل کردن. ای همه شما دوستان عزیز، خواهش کرده می شود که با همین خیلی ویدیوها باور نکنین و این چونین چیزی که شما در تلگرام و در فیسبوک یا که در دیگر چیزا میبینین، اینها همه نوارهای ساخته و فوتومونتاژی هست که گویا که جناب عالی هم دست به همین کار باشند که همین لایحه را پیش بره. دوستا ای همه شما خواهش با این خیل سفسطه ها، با این خیل لایحه های بافته و اینچنین با قلابان باور کرده، یعنی که شما 300 400 500 تا 1000 سوم میمونین، شما را فریب کرده همون پلی که یک هفته اینا پلی پروداکتتون میشوه. ای هم نمونین. سلامت باشین. خدا نگهبان به شما برای کار خواهان هستم. سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی، یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار